لوی قرونزاده سردار شعبه اگنتی خدمت دولتی در ولایت سوخت تقریبا یک ماه قبل با اتهام سوختکاری اوجتا و غیر قانونی جدا کردن قطعه زمین برای بنیاد بنای بسیار قبطه در شهر خوجند دستگیر شده است. رادیوی آزادی روز 24 ژانویه سال 2024 خبر داد که حکم حبس لوی قرونزاده را دادگاه شهر خوجند صادر کرده است. در این قرار سخن از احتمال دخالت لوی قرونزاده به جدا کردن قطعه زمین برای ساختمان بنای بلند آشیانه حدود یک مکتب رانندگی شهر خوجند می رود. با استفاده از وکالت منصبی مکتوب آماده کرده به طور ساختکاری در آن امضای رئیس شهر فردوس شریفزاده را گذاشته است. گفته شده است در یک بخش قرار شهرداری خوجند درباره از امضای رئیس شهر فردوس شریفزاده سوء استفاده کردن یک منصبدار دولتی تا حال اظهار نظر نکرده است. در داستان ولایت سوخت نیز به دلیل خلل نرسانیدن به جریان تفتیشات درباره این قضیه معلومات ندادند. در قرار گفته شده است که این حالت ساختکاری امضای رئیس شهر خوجند ماه نوامبر سال 2023 رخ داده است، ولی پیوندانش گفتند که لوی قرونزاده در آن شب و روز در یک سفر کاری در ناحیه عینی قرار داشت. نزدیکانش به بیگانهی او اصرار می‌ورزند و تحقیق عالیانه قضیه را طلب دارند. آنها از پرزیدنت امامعلی رحمان، رئیس مجلس ملی رستم امامعلی و دادستانی کل یوسف رحمان خواستند که جریان تحقیق این پرونده را زیر نظارت خود بگیرند. لوی قرونزاده 22 مارس سال 1995 به دنیا آمده در دانشگاه صاحبکاری حقوق و سیاست شهر خوجند و اکادمی خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان تحصیل کرده است. تاجیکستان در گزارش‌های بین المللی در ردیف کشورهای از همه فسادزده دنیا نام برده می شود. هر سال دهها منصبدار دولتی در تاجیکستان و همین طور میانروهای آنها با اتهام غیر قانونی جدا کردن قطعه‌های زمین به دست می‌افتند، ولی با چنین اتهام بازداشت شدن یک منصبدار اگنتی خدمت دولتی که صلاحیتش در اصل یگان ربط به تقسیمات قطعه‌های زمین ندارد حادثه خیلی نادر است.